خطرناکترین موشک ایران که در عملیات‌های وعده صادق و جنگ 12 روزه استفاده شده. این موشک تونسته تمام پدافندهای دشمن رو مغلوب کنه. موشکی سریع و دقیق، یعنی موشک هایپرسونیک فتاح. این موشک چند وقتیه که سر و صدای زیادی به پا کرده، اونم به این دلیل که از پیشرفته‌ترین پدافندهای هوایی جهان عبور کرده. هایپرسونیک فتاح یک جزو جدیدترین موشک‌های هوافضای سپاه ایران محسوب میشه که در 16 خرداد 1402 ازش در حضور مقامات عالی‌رتبه کشور رونمایی شد. برد این موشک فراسوت 1400 کیلومتر و سرعتی حدود 13 ماخ یعنی 16000 کیلومتر بر ساعت داره و از یه سر جنگی متحرک با قابلیت مانور بالا برخورداره. سوخت این موشک 12 متری جامده و وزنش بین 3500 تا 4100 کیلوگرمه. قطر این سلاح قدرتمند 80 سانتی متره که بعد از جدا شدن سر جنگی به 50 سانتی متر میرسه. این موشک ترسناک قابلیت‌هایی مثل رادارگریزی، عبور از پدافندهای هوایی، قدرت مانور بالا در خارج و داخل جو زمین و سرعت بالا در زمان برخورد رو داره. البته این رو هم بگم که سرعت این موشک در زمان برخورد بسیار بالاتر از سرعتیه که در زمان پرتاب داره. در کل موشک هایپرسونیک فتاح یک که الان جزو سریع‌ترین و خطرناکترین موشک‌های جهان محسوب میشه، حاصل سالها زحمت مهندسان پرتلاش ایرانیه و یکی از بهترین تولیدات صنعت بزرگ موشکی ایرانه. روح حسن تهرانی مقدم، پدر موشکی ایران شاد و یادش گرامی.